سلام به همتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با ساخت یه خونه برای سگ‌های کوچولومون. بریم که بسازیمش. Let's go. خب ما برای ساختن به یه جا نیاز داریم. بعد زمین رو 3x3 میزنیم. خب همین رو میان بالا. 2 بلاک بیاین بالا کافیه. بعد از این تراکتور میذاریم. حالا شما هر شکلی از تراکتورها رو که بخوای بذارید مشکل نیست. این یه چیز سریعیه، هر طرحی که دوست داشتی میتونی بذارید. من اینو انتخاب کردم. خب این کل بدنش رو با اینا پر کنید. خب حالا از این اسلپ ها بازم هر رنگی که دوست داشتید میتونید بذارید. خب اینجا رو باز میکنید، این پشما رو خالی میکنید. خب احتمال بگید چرا از پشم استفاده کردیم که ته خونش نرم باشه، سگمون راحت بتونه بخوابه. بعد یه بلاک رو میریم پایین، از این اسمش رو یادم نمیاد میذاریم. حالا این شد جای آب سگمون، میتونه از اینجا بخوره. و اینم گاب غذاشو و ما باید بشینیم تا از اینجا رد شیم. اینم یه خونه برای سگمون شدن، خودش رو میذاریم. و حالا تموم شد. اینه از خونه سگمون. اینجا میتونیم باز بذاریم تا ببینیمش. لایک و ساب فراموش نشه. خدا نگهدار.